خب نخست شما را تبریک میکنیم با منصب نو که همچون رهبری کتابخانه به نام لاهوتی و اصلا میخواستیم بدونیم که شما که طول چند سال اخیر همچون یک چهره مطرح بودید در رسانه ها بخصوص از وقتی که از یک وظیفه به یک وظیفه دیگر میگذاشتید، این بار چگونه شد که مثلا یک مقامی بلند در حکومت به وظیفه رئیسی کتابخانه عوض کردید؟ خب تشکر شلو بانو. واقعا اگر تاریخچه به کتابخانه آمدن و قصه کنم خیلی کوتاه. خب بعد از اینکه از تلویزیون پایتخت البته شما آگاه هستید با حیث سردار شعبه فرهنگ در حکومت شهر تعیین شدم و یک سال در اونجا فعالیت داشتم. راستی تقریبا محصول کاری خودم در شعبه ندیدم. اصلا هر انسانی که وقتی که می‌بیند که نتیجه نیست، وقتی که می‌بیند که مثلا کیفیت نمیبرد از اون کار و نوگانی کردن نمیتواند، بهتر است که این پیشه را، این کسب، این مقام به نفر شایسته تر پیشنهاد کند. و وقتی که یک چند وظیفه از جانب مقامات پیشنهاد شد، من ایست کردم در کتابخانه. زیرا خودم اصلا خیلی دوست می‌دارم کتابخانه رو. یعنی پس این تصمیم خود شما بود که رفتید از بله. یعنی میتونم گفت که مثلا شما مثل در قفس بودید که مثلا خیلی ایده‌های زیاد داشتید اما نمیتونید این عملی کنید، مثلا شاید آزاد نبودید؟ یک نوع آزادی بود ولی امکانیت مالی نبود. تقریبا امکانیت مالی نبود و وقتی که تصمیم میگیریم مثلا از جانب رهبریت فوراً اون تصمیم قبول نمی‌شود، یا اینکه مثلا هر چی که رهبریت می‌خواهد باید اون صورت بگیرد. در اون صورت البته ما و شما خوب می‌دونیم که ایجادکار نمی‌تواند که نقشه‌اش عملی کند. وقتی که آمدید کتابخانه لاهوتی، این هم در حالی است که مثلا کتابخانه را تا امروز اگر خطا نکنم تقریبا تعدادی کمی مردم می‌شناسند. خب کار از اینجا از چی شروع کردید؟ من گمان می‌کنم که کتابخانه ترغیبی درست نشده است در چند ده سال اخیر و متاسفانه هم بیچاره کتابخانه سیمایی درست نداشته است، هم خب پشت درختان مانده است، هم پشت بیناها مانده است. ما تصمیم گرفتیم که اول فساد بینا را تعمیر کنیم و نوشتجاتی که شما دیدید کتابخانه شهری به نام لاهوتی و همچنین تصمیم گرفتم که روزهای نزدیک در راه کلان، در راهی که این طرف گلستان اون طرف بازار سخاوت می رود، یک بیلبورد با اندازه 3:2 با یک عباره دعوتی که مرحبا به کتابخانه لاهوتی و فاند 1,000,000 کتاب درست میکنیم و باز تصمیم گرفتیم که البته آغاز کردم ملکه در زمینه 6 کامپیوتر، حالا یک شعبه کتابخانه الکترونی و کتاب‌های صوتی را میخواهم راه اندازی کنم. تصمیم دیگری که ما گرفتیم، من میخواهم که همین براشورها تکنولوژی شدیده شدیم، کتاب‌های خردی در حجمی، براشورهای در حجمی 10-12 صفحه، قصه حکایه‌ها، ابیات بزرگان، آثار کلاسیکی را روزهای شنبه یک شنبه با باغ‌های فرهنگی و فراغتی پیشنهاد کنیم. خب درست از اون چیزایی که شما میگید خیلی ایده‌های جالب است، اما باز هم مبلغ طلب میکنه. شما باور دارید که برای راه اندازی این اقدامات شما مبلغ پیدا میکنید؟ چیز دیگری البته نگران کننده این است که کتابخانه وای نیست، مؤسسه دولتی نیست، یعنی که صاحب بوغالتری خودش نیست. حالا ما تصمیم داریم به جناب رئیس درخواست کنیم که کتابخانه باید مستقلیت مالیوی داشته باشد. مبلغ‌ها جدا میشوند ولی از طریق مرکز، از طریق شعبه طبق درخواست ما و البته اون چیزی که خودی رهبری کتابخانه می‌خواهد، خودی کلکتیو می‌خواهد باید خودش عمل کند. شما باوری دارید که یعنی در قبال اون طوری هم گفتیم کتابخانه ملی که خیلی مجهز است و با تمام شرایط را درست یعنی رقابت کنید و توانید جلب کنید خواننده را؟ بله، ببینید که تو از اینجا مثلا در ناحیه فردوسی و اون کتابخانه در ناحیه اسماعیل سامانی است. تقریبا 5-6 کیلومتر است. نقلیات صرف می شود، خب رفت اومد. تقریبا 60-70% ادبیاتی که در اونجا هست در ما هم هست. ما گمان میکنیم که اگر
درست به راه مانده شود، ترغیب و تبلیغ کتابخانه من گمان میکنم خواننده هست، خواننده را دریافت باید کرد و همزمان ما نیت داریم که در این کتابخانه کورس‌های آموزش زبان‌ها را تهیه کنیم و شب‌های ایجادی ایجادکاران را. مثلا هر جایی که شما میروید شروع کنیم مثلا در رادیو تلویزیون، بعدا در پایتخت هم شما گفتید که مثلا تلاش میکنید اونا به یک تلویزیونی که رقابت یکی از بهترین ها تبدیل، بعدا در حکومت شهر هم شما نقشه های بزرگ داشتید، حالا در کتابخانه و مثل که همین نقشه های بزرگ شما در نیمه راه میمونن، همین شما به چی بستگی میدید؟ بعد تا کجا همین چیز شما ناامید میکند؟ درست گفتید، خیلی آرزو و آرمانایی هست که در حقیقت نتوانستم پیاده کردن و گاه انسان دلمانده هم میشه. همه روزه جناب عالی تاکید میکند که برای وطن، برای میهن، برای ارزش‌های ملت باید خودگذاری کنیم، خود فدایی کنیم. خب گاه نمیمانند که خود فدایی کنیم و خودشون هم نمیکنن. مثلا آیا شما نمیخواهید که مثلا دیگر باره به روزنامه نگاری برگردید؟ مثلا اون چیزی که به شما خیلی نزدیک است به کمیته رادیو تلویزیون، مثلا یا میخواهید همینجا بمانید؟ راستی گپ بگویم، یکی از سبای دیگری از شعبه رفتن، خودم به جناب رئیس، به جناب عبیدی گفتم که وقتی که کس کمانده نو، تیم نو آغاز سال تهیه میکرد، من امید داشتم که با کمیته برمیگردم، با کمیته تلویزیون و رادیو دعوت میشم و با جناب رئیس گفتم که من در کمانده همون جایهای به قول کلیچه‌ها یا که پست‌های کلیدی نمیتوانم بوده، چون که نیت دارم که اگر دعوت کنن برگردم. حتی با رئیس کمیته تلویزیون جناب پیرو صحبت هم داشتم، ولی متاسفانه شاید اونجا کادرهای خیلی قوی بودن، خیلی مثلا متخصصای بلند پایه و بلند رتبه و بلند مرتبه بودن که دعوت نشدم و تو به این روزم دعوت نشدم. حتی امکانی هست که در اونجا مثلا افیر گرفتن یگان برنامه طرح، یگان لایحه مثلا افترسکی برنامه پیشنهاد شوند، ولی متاسفانه گمان میکنم که اینش هم نمیخواهند. مثلا اینش ما به چی بستگی میدید؟ چون زیاد از خود مستقلیت نشان میدهید، آزاد اندیش هستید که شما مثلا به مثل دیگرها نیستید که در خود نگاه میدارید، اما مثلا آزاد نظرهایتان اگر مخالفی نظرهای شما باشد اونم میگید. به چی بستگی میدید؟ راستی هیچ نمیفهمم اصلا با کسی بگذار برخورد کنن، مقاومت کنن که مخالف باشه، مخالف ایده های ملی باشه، اپوزیسیون باشه، اپوزیسیون به معنای بدش باشه، ولی هیچگاه مثلا با یگان موضوع های سیاسی جدی دست نزدم و هیچگاه یگان کاری که مقابل مثلا اندیشه و منافع ملی باشد هیچگاه پیشنهاد نکردم و حتی سر زبانم و در دلم و در افکارم هم نیست. تشکر زیاد برای شما، موفقیت در راهی نوتان و امیدواریم که هر آرزویی که شما دارید. سلام همچنین. سلام همچنین.